صحبت های تایسته که به هدف بزن، نه برادر الهی که مردم ازت خفه شوه. برادرای پشتون تا در آغوشت داشته باش، برادرای ازبکت در آغوشت باشه مثل عامر صاحب شهید، و برادرای هزاریت از دست نته. حتی اون دوای افغانستان از خود بساز. لالای گلم قربانت جان بیادر. ما کی آقای شاهین بحث تغییر ندین، روال خودتان پیش بریم. من که گپ زدم دیگه، حال گپ سر من نبر، گپای قبلی تا ادامه بدید، مو مسیر پیش برو. روی موضوعات عامر صاحب صحبت که آقای شاهین و آهسته تر صحبت که خواهشم. چی فارسی نیست مایکت خراب است، یک دفعه الله فاس پایین برو از صفحه برای دوباره بیا شاید درست شود. شاهین صاحب بزرگوار ببخشی که فارسی نیوز آمد، بفرما. قربانت جان برادر، فارسی نیوز هم برادر ماست، ما که از این مخالف نیستیم، اما صحبت های خود کنترل کنه. این همیاله که ای که یک توهین میکنه برای مردم، اینا میتونه با آمر بزرگ ما مردم بیادر توهین میشه. هدف ما ایست، باید ما از ادب اخلاق آمری داشته باشیم، اخلاق بیادریسه که عامر صاحب شهید باید داشته باشیم، برخوردش داشته باشیم. چرا حرکات ما بیادریسه که منفی میره؟ ما این نمیته تلاش، ما لالای خدا هیچ وقت بدبینش نیستم، همیش احترامش دارم. فقط یک خواهش کردم، هیچ وقت دیدن دین شب یک دختر، ما برش گفتم که او دختر وطن، این همی حرکاتی که شما در تیک تاک میکنین این غیر انسانی، غیر اسلامی است. نام افغانستان و بیادر مرا چی گپای زد، ما برش احترام کردم و ما هیچ وقت در مقابل مردم به نزاکتی نکردیم. 3 بار ما البته نتونستم خود کنترل کنم که با مادر بیبی حاجی ما توهین شد، برای خواهر بیبی حاجی ما توهین کردن یک تعداد، ولیکن ما اونمو وقت چی نداشتم، واقعیت کنترل خود نتونستم. ما هم انسان هستم. 16 دم مرا از خاطر عامر صاحب یا دو زدن، خوار مادر زن مرا، برادر گل قنم. ما فدای ما بیادریسه که جان خود فدای عامر صاحب شهید میکنم، بنامش افتخار میکنم. اگر دوام بخورم، اگر کشتام شد، اما قوم پرست نیستم. ما کدام آدم سیاسی نیستم، ما یک هنرپیشه هستم، ما مطبوعات هستم. ما مسیر قهرمانا را به خودم ثبت کردیم، فیلمایش از پیش ما مردم، تا حال ما در بازار ناوردیم، حتی عکسای بسیار مقبول و زیبایش پیشم است. برادرها شما اگر گفتنی داشته باشین ما در خدمتتان هستم. غیر از او به احترام تو که یک روز از ما دفاع کردی، 100 سال احترامه. زنده هستم، از خودت دفاع میکنم بدون شک، چه در غیابت چه در دم رویت. برای ما نور دیده است. شاهین صاحب قوت قلب است، افتخار میکنم بالا دوست دارم. کل دنیا که مخالفت باشه ما موافقت هستم، طرفدارت هستم. ما کل ملت، کل زبانهای مملکت خود برشان میگم که عامر صاحب تنها از مردم تاجیک نبوده، از تمام انسانیت بوده، از تمام اسلامیت بوده، از تمام بشریت بوده. عامر صاحب شهید ایره شخصی کس نسازه، ایره کلگی احترام داشته. حتی قسم به خدا قسم میخورم اینه که در روز شهادتش این همی مردم پشتون گریان میکرد، نظر کردن. در پاکستان بوده ماجر، وقتی که شهید شد این همی یک تعداد همی پاکستانی ها گریان میکرد، میگفت ای اچھا آدمی تا، بہت اچھی آدمی تا، مسلمان تا، وای کیسا ہو گیا. گریان میکرد زنا. شما گپ مرا قبول کنین، ما چشم دید خدا میگم براتان. ما این همی صدای ما برای ملت با غیرت و با عزت مهیست، با ادب، با اخلاق، با برخورد انسانی خود ما مردم باید برای خود بسازیم، نه با گپای توهین شده و کسی را ما بیادریسه که از خود دور کنیم. دوستا میشنیم از شما. اولا صدای ما درست است؟ یا اولا نزدیک آقای شاهین آمد و از مبارزه ما طرفداری کرد و از ما بیعت کرد، ازش تشکری میکنم. از ما و از مبارزه ما که علیه فاشیسم و طالبان استاد شدیم آقای شاهین آمد در لایف قطعا حمایت کرد. دوستا فراموش نکنین که باز نگویم ما نکردیم. مطلب تو اینی، تو مطلب است که تو مرا در دام مردم مندازی، خودت بیادریسه که فقط قابلی دارم. آزار نته. من هیچ وقت با کسی توهین میکنم که سر ملت افغانستان ظلم کنم و هیچ وقت قبول ندارم. آقای شاهین ما یک لحظه دادان مردم نته دوش میزنم. نه دادان مردم نیست، حال کار ما حق است.
شاهین از من حمایت کرد، من ازش تشکری میکنم. و برادر تو هموطنم هستی، انسان هستی، آدم تحصیل کرده هستی، ما وطندارم هستی، از افغانستان هستی عزیز دلم. احترام تو چه که احترام سگت دارم. با او خاطر ما نظر ما ایست که آقای شاهین هر وقتی که در تیک تاک یا در رسانه در هر جایی که مورد توهین، تحقیر و هر عمل قرار میگیری، لطفاً به لایف های ما و به صفحات ما مراجعه کو. باز ما میتونیم که طرف مقابل سر جایش بشانیم. تو خب بچه کابل هستی، ما خب پاچه بلندای شمالی استیم شاهین. زور ما و تو زمین تا آسمان تفاوت ماست. او بچه اینا باز تغییر دادی تو غیر سکوت با قرآن فرسی خدا بینا نکنه ای بچه همیگه پسه دی ما تو را ادب یاد دادیم، ما تو را تربیه را یاد دادیم، ما مردم کابل بودیم که مهمان نواز بودیم برای شما، دست به سینه برای شما بودیم. این گپا نزن بچیم، تو گپای میزنی که شاهین در افغانستان عزیز ما فکر کنم که درسته مردم ما خودم متولد کابل هستیم و کابلی ها را دوست داریم، فرهنگ مردم کابل و ما قالب، اما در جامعه مثل افغانستان پاچه بلند کار از شاهین که طرف مقابل رست کنه، سرش بشانه و سر جایش بشانه. شاهین صاحب هم پاچه بلند هستم. نه یک لحظه، شاهین صاحب درست است، اما از شاهین صاحب طرف مقابل نمیترسه. والله که شاهین صاحب میترسن، از ما بتونم میترسن. فرسی نداری تا خدا ببینه. اومد تو یک دفعه روی داری که ما شوی منگل عزیز، اگر ما دندانای زیر برات درون دانش نبردم، از همون مشتای درمندری دمی پوز و چنی از این نزدم، هر چی که میگم بگوین که همون مقام شاهین صاحب خب یگان شوخی میکنم برای یگان شوخی میکنه. او روز دیگه یک کسی همیشه آمد دم لایف مدیراتور لایف هم همیشه آمد توهین داشت، حتی که گفت اجازه نده برای کسی که توهین بکنه به شاهین صاحب، گفت برو بیادر، حتی از اون لایف هم کشیدش. دیگه خب بدون شوخی و مذاق و کدام من خودم هستم شوخی، اما در این قسمت من شوخی ندارم شاهین صاحب. هر وقتی که مورد توهین، تحقیر، بی‌عزتی قرار گرفتی، این لایف حیثیت خانه تاجیکا و حیثیت خانه مردمای شمالی بچه امی خودت پیش ما بیا باز دیگه شما 5 نفر سیکو 5 نفر طرفدار نداری، ما 1,70,000 فالو دارم. کاش آقای شاهین یک سوال ما سیاهی لشکر نیاید بکار، 200 مرد جنگی 200 خودت خود فالوورای ده خریدی دیگه، 50 ایرو دادی خریدی. والله که به نام خدا به لا اله الا محمد رسول الله که یک نفر خدا شوخی میکنه شاهین صاحب امرای نه برادر من شوخی ندارم، راست میگم خریده دیگه. صحیح خوب پاکستان خریده، خوب کلا خریده، پیسه دادم فرسی یگانه کسی است که در افغانستان هم مشهور است، هم محبوبیت در قلبای مردم جای داره. ما از یگانه شخصی است که مردم افغانستان با سینما آشنا کرده، مردم افغانستان با فیلم آشنا کرده. این همی جوان خالی گپای خودم میزنه، در سن 15 سالگی یک مرغ همسایه را دوزی کرده بود، این بیادر ایسه که 4 روز دوزه بندی بود، حال سر ما بیادری فکاهی میگه سر کابلیا، یا حال سر کابلیا شروع کرده. هر کس که به کابلی توهین بکنه ایره بفهمه که به خود توهین میکنه. خودش هم متولد کابل است و کابل بگیرد که میمون خانه مردم افغانستان. کابلیا عامر صاحب دوست داشت، به خاطر که عامر صاحب از مردم کابل دفاع کرد، از ناموسش دفاع کرد. هیچ وقت ما فراموش نمیکنیم محبت این همی آدم. ما نمیفهمم که اجنت پاکستان است یا ایران، این همی رو ثابت کنین برای من. این همی آدم آقای شاهین کدام گپ خراب من نزدم متاسفانه. گپ زدن تو مرا میگه که بیادری سه که فالورد تمی والله بلا کلمه خواندم بلای اگر آقای شاهین من مثل خودت آقای شاهین یک لحظه حالا خب بس شخصی شد من کمی مجبور است واکنش نشان بدم. نه مگه خراب نتوین احترامش قابل حفظ است، احترام دارم. یک لحظه شاهین صاحب اگر من مثل خودت ساعت 6 صبح نشرات شروع میکنی 12 بجه شب ختم میکنی، اگر مثل خودت واری تلویزیون ملی واری که شروع میکنی نیازای سنگر واری و گپ میزنی تا 2 بجه شب مثل خودت نشرات داشته باشم، باید فالوور ما 500,000 شب دوست عزیز. ما چی میگم مالی تو نرد چی است؟ تو کدام هنرمند هستی؟ تو کدام بیادر کتاب چاپ کردی؟ تو کدام قهرمان هستی؟ بیادر یک سرک چاپ آدم هستی کرد میگردی، تو را کی بیادر حمایت کنه؟ ما خونه 130 دانه فیلمم جور کردیم در سطح دنیا، نه در آلمان هم یک هفته بعد فیلمم با زبان آلمانی بیادر برای آلمانا. این تو
پاکه باش، اینو تو غیرت داشته باش که به نام افغانستان بیادر سربلندی بریم. تو غیر هر روز بیادر گاهی رو بد میگی، گاهی رو بد میگی، برادر باز گیم میزنی. دین یک شیر دین بچای امک یک شیر دین، 4 تا وطندار ما رو به دست بالت گرفتی. اینو تو گپ دی. جاردشم شاهین صاحب بزرگوار. آقای شاهین ما یک لحظه منگل و ما حمله نکرد، ما مجبور جواب حمله نکردیم تو آقای شاهین حمله به ما و با آدرس ما، حمله به جامعه تاجیک است و ما غیر قابل قبول میدارم مراد لایف، اجازه نمیتم. چی گفتم تو رو من؟ همین لحظه حمله کردی، گفتی جنگ میپرتی، گپای زدی که خلاف عرف. حالا کمی تو که یعنی یک پشتون توهین کنی تو جنگر هستی خلاص. پشتون نور دیده ماست، اما کسی که طرفدار طالب باشه آقای شاهین و از طالب طرفداری بکنه ما او را که انتقاد کنیم به معنی از این نیست که ما ضد قوم هستیم. دوست آقا جان من دو کلمه بسیار اساس برات میزنم. بفرما. ایره به صفت بزرگ هستم، ری سفید هستم، مثل کاکایت هستم. سایکو اگر میخوایی که مردم آرام بسازی با کلام نیک، با برخوردی بسیار انسانی و اسلامی، میتونی که مردم با این قسم گپایی که تو میزنی مردم از دور میسازی. جوان عزیز کوشش کو که اخلاق عامر صاحب شهید بیادر پیش ببری، حرکاتشه، برخوردشه. تو برادر هیچ وعده اوزش نبود، او همیش دفاع میکرد از کل ملت، از کل زبانها دفاع میکرد، حتی توندوای مملکت دفاع میکرد. اینی را چرا گپ نمیزنی که تو بیادر میایی میگی تاجیک 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 تاجیک؟ عیف نام تاجیکت تو را خدا گپت کنی. همه قدر گپا را میزنه از سر دل میزنه. به یک نظر مجاهد شما حق ندارین برای نمایندگی ما در این لایف گپ بزنین. شاهین از اول لایف تا به می لحظه سر ما حمله داره و توهین داره. ما به احترامی برای تو نکردیم، ما تو را به صفت بزرگ، ما بزرگت هستم، ما ری سفیدت هستم. ما برادر ما کدمی شخصیت ها بیادر شبا روزا زحمت کشیدیم. تو چی میفهمی تو برادر؟ تو چی رو دیدی؟ تو چی رو دیدی؟ تو وقتی که در کابل گلبدین راه را قطع کرده بود، مردم نان نداشت، او نداشت، کی می آورد موترها آورد برای مردم؟ برای مردم کابل کی می آورد؟ سلیم شاهین می آورد. برو معلومات بگی، برو معلومات بگی یک دفعه، یک ذره آگاهی پیدا کو، یک ذره درس بخوان ولی از قرآن عزیز. تو مرا میگه از صبح تا شام در تیک تاک هستی، ما غیر شام دیگه آدم میایم. اینه منگل خود دیده، مجاهد صاحب هم دیده. جانم شاهین صاحب همون زمانه که بسیار دق میری میای در صفحه مجازی، طبعا هر کس با مردم در کدام ساعت لایف می کدام ساعت لایف نمی کار خودت است، اما ما نشنویم که در لایفت و در آدرس صفحه خودت با این طرف آدرس ما و مردم ما با جریان سیاسی ما کس توهین بکنه که باز ما درست واکنش ما کس استم سایکو در لایف ما اگر پشتون کس توهین کنه، تاجک توهین کنه، هزاره را توهین کنه، ازبک توهین کنه، حتی اونود افغانستان توهین کنه، ما خدا او راستی خام میخورمش. خلاص کلیت یکی واکنه. جانم هستی، جانم هستی. اینه تو گپ بزن بیادر نکو. شاید ما با دیگرها کار نداریم اما از آدرس جامعه تاجک اگر من شنیدم که در لایفت کسی کوچکترین به حرمتی کرده بود، باز خفه نشی شاهین صاحب. بله. او برادر، او جانم، او قربانت چم، او بچه وطن، حیف هم جوانیت، حیف استعدادت. بیا استعدادت در راه صداقت، در راه اسلامیت، در راه بشریت بیا در پیش ببر که مردم یک صدا شوه، مردم کوشش کنه که بیادر ایسه که وطن خود آباد کنه. اگر تو دایی آموخته باشی که اینا تا کل عمر است با ورق قرآن اگه دنانش کش چکه کنه، قسم برات میخورم. خدا داریم ما و شما، خداوند داریم، خدا با ما و شماست. امروز با او، امروز با ای، امروز با ما، صبح با تو. ای خود بیادر ایسه که بند نایشکر است، ای خود بند نایشکر است. ای بازی نخوری. وقتی که شب میشه چرا صبح میشه؟ چرا صبح میشه؟ یک روز شاید صبح شوه، یک روز شاید روشنی شوه. این متوجه باش. کسی را از خفا نساز. همیشه سر من تو تعرض کردی، مرا دادم مردمای بیادر فاسد دادی، مردمایی که عکسای مرا بالا میکنه که عامر صاحب یک جای و مرا خوار مادر مرا. آقای شاهین خودت بی دوست عزیز من برات احترام دارم، اما داری مبالغه میکنی شاهین صاحب.
به حدی که ما از تو در تیک تاک دفاع کردیم از آدرس این طرف، با خدا قسم من نمی بودم یک نفر خویخی برای ثبوت میگم جانی نام داره عکسای هر روز بالا میکرد این ما بودم کنا را چوب کردم که امروز خودت آرام شیشتی نخوانید. یک لحظه شاهین صاحب یک لحظه من نباشم شاهین تو نگو که تو حضور ما رو در تیک تاک نادیده نگی دوست عزیز من. با خدا قسم همین لحظه من نباشم تو خبر نداری پشت سر من چقدر فعالیت میکنم. ده ها نفر آماده حمله در تیک تاک سرت هستن ما مانع شدیم شاهین صاحب. از تو آدم تو نام یاد گرفتی نام کدی آقای جانی نه نامش نگی باز مهم میشه نگی من اشتباه کردم اشتباه کردم نام گرفتم فالوور تاکس مرا بالا میکنه من اشتباه کردم نام گرفتم من مثال دادم آقای شاهین من در لایف ما معذرت نخواست به شروع ما آوردمش این قدرت من بود که من او را وادار کردم که در لایف تامت معذرت خواست یا در این نفراره که تو نام میگیری با قرآن اگه ما دخو خود ببینم یارا بیادر تو او برادر شاهین صاحب عزیز اما بازم برات میگم شاهین درست است که خودت آدم محترم هستی از ما که در بزرگ هستی و ما جایگاه تا و حضور تا و فعالیت تا در افغانستان قابل قدر میده بخش و نر اما ما برات بازم یک گوشزد برسانم وزیر مایک تا چیز تا خاموش بازور دقیقه که باز حضور ما برات بازم میگم که در افغانستانی که بحثای به این شکل است آقای شاهین خودت از من که تجربه زیاد داری یک صدا میام اما برات بازم میگم که زور این مردمایی که امروز به مردم متفحاشی میکنن توهین میکنن اینا را ما سر جایشان نمیتونیم. شاهین صاحب خودت نمیتونی خود درست است که آدم خوب هستی قدرت داری پاور داری فرهنگیستی اما این ما پاچه بلندا سر جایشان نمیتونیم خودت نمیتونی. شاهین صاحب بخی بپذیره میگه بعدگه که من بحثم زیاد نکن بپذیر که زورت به ما نمیکشه و زور از اونا را ما میتونیم. روی موضوعات مارشال وزیر صاحب دفاع خوش آمدی روی عزیز بچه وزیر صاحب بفرما تصویرتان بزن گفتین یادم نشنویم بخی بگذریم از او بفرما وزیر دفاع خوش آمد. قدرت نمایی وزیر دفاع را در شهر کالیفرنیا امریکا ببینیم که قدرت خود به نمایش میگذاره. دوستای عزیز خیلی وزیر سلام بکنه کامرا را یک دقیقه صحبت کنیم در مورد کاروانا. بفرما وزیر عکس وزیر کلان که شاهین صاحب هم در لایف حفظ میکنیم بابا شاهین صاحب کمک سرت ما خو نسل کمی از خودت که جوان هستیم با فعلا فارسی نیوز وقت از دیگه میشه جور کردیم خیلی محترم خودت میتونی نزدیک بریم ما که با دوستا یک صحبت بکنیم در قسمت مانورای ما. دوستای عزیز فعلا کدام ایالت امریکاست وزیر؟ کالیفرنیا. دوستای عزیز آقای فعلا تصاویر را که شما ببینید کاروانی از وسایل هواداران احمد شاه مسعود فرمانده مقتدر تاجک تبار و قهرمان ملی کشور ما در امریکاست. این کاروان بستنها و این مانور ایجاد کردنها ادامه داره. دوستای عزیز شما شاهد بودین دیدی که گریخت والا گبانمت شاهین نکن بامش تو ریشی حزب اسلامی داری شاهین از پیشون خطا نمی‌کنی. دوستای عزیز ما کاروان بستن کردن و مانور ایجاد کردن در سراسر اروپا و امریکا تصمیم داریم که ایجاد بکنیم و این یک پیام بسیار روشن به مخالفین و دشمنای ما داره. دشمنای ما فکر میکرد که ما این کارا رو فقط در کابل میکنیم از کابل که با اقتدارتر با شان شوکتتر با شکوهتر در سراسر دنیا تجلیل میکنیم اما آخرین مدلار هم استفاده میکنیم که دلایتان بکفه. این نسل احمد شاه مسعود است. وزیر سر پرچما برو که ما پرچما را نشان بدم. دوستای عزیز پرچما امسال در زینت بخشی مجالس قهرمان ملی بسیار نقش مهم داشته. خوشبختانه هواداران احمد شاه مسعود امسال تانستن که از پرچم از بردن و از نصب کردن پرچم برادرای پشتون در این مجالس جلوگیری بکنیم که قابل قدر است و این تیک تاک و نقش ما و نقش فشار دوستای ما تاثیرگذار بوده که امروز در امسال در مجالس و در محتوا وسایل ما پرچم برادرای افغان ما اجازه نمیدیم. اونا را دوست داریم اما دوستشان داریم اما اجازه نمیدیم خواهشاً. و در قسمت پخش سرود ملی حکومت استاد برهان الدین ربانی هم امسال ما تصمیم گرفتیم که در مجالس خود سرود ملی فارسی را پخش بکنیم. از پخش سرود ملی پشتو جدا معذرت میخواهیم. هر گونه ادعا باطل حساب خواهد شد. برادرای پشتون هیچ گونه بحث قومی با شما نداریم. خود شما جز از فرهنگ دیگه ملت ماستین که برادرای پشتون شما سرود ملی پشتو دارین از ما فارسی است.
و شخصیت جایگاه و احمد شاه مسعود با می پرچم به شهید شد دیگه. ما نمیتونیم که پرچم از او را نادیده بگیریم، پرچم نادرخان عمل بکنیم. این خیانت به مردم ما، خیانت به جهاد مقاومت ما گفته میشه. دوستای عزیز، دیروز در فرانکفورت یک مجلس فوق العاده عالی بود. سرک ها و جایی را ما تانستیم که با بستن کاروان ها نمایش به دوستای ما نشان دادیم، به کسایی که مخالفین ما هستند و دشمنای ما هستند و هر روز در رسانه ها با ما توهین میکنند. ما با اونا با کاروان بستن یک پیام داشتیم برشان که نسل احمد شاه مسعود و هواداران احمد شاه مسعود نمرده، تا دنیاست و تا افغانستان است. هر روز حقانیت رای مسعود زیاد میشه و زیاد میشه. امسال چرا امیر احمد توضیح بدم، امسال چرا بیشتر کاروان بسته شده، بیشتر مجالس گرفته شده و بیشتر هر کسی کوشش میکنه خدا به مسعود یک ربط بده؟ یک پیام داره منگلیگم. با آمدن طالب جنایتکار، اونمو کسایی که عامر صاحبم خوب نمیدیدن به حقانیت احمد شاه مسعود پی بردن، فهمیدن که مسعود در مقابل چگونه یک گروه جاهل و وحشی استاد شده بود و یک تنه مبارزه میکرد. من دیروز یک خبرنگار BBC را دیدم که آقای حامد علمی در یکی از مجالس بلند شد و گفت که جاکتی که در جانم است، من با ممی جاکت با احمد شاه مسعود من عکس داشتم. آقای علمی که خبرنگار BBC بود، من هیچ وقت در 20 سال رو در مجالس احمد شاه مسعود ندیده بودم، اما دیروز آمد در یکی از مجالس خود با افتخار یاد کرد که با مسعود عکس داره و با مسعود ملاقات کرده. حالا هر کسی کوشش بکنه که با مسعود یک ارتباط خود به نمایش بگذاره، چرا قابل افتخار است. با آمدن طالب، منگل همی طالب خویم بد شده هم خوب شده. یک خوبیش همی شد که حقانیت رای رهبر ما ثابت شد به دنیا که مسعود در مقابل نیمه تروریست استاد شده بود و مبارزه میکرد. بنابراین با دوستای ما را میگیم، ما هر سال خوبتر از این روز و از این مناسبت تجلیل خواد کردیم و با افتخار تجلیل خواد کردیم و هر تاجک و هر فارسی زبان و هر کسی که به حقانیت رای مسعود اعتقاد و باور داره به این کاروان میتونه شریک باشه و شامل باشه. و برادرایی که مربوط به فرهنگ دیگه میشین، من نام شما رو نمیگیرم، هر گونه شما دشمنی بکنین، کدورت بکنین، بغض بکنین و توهین و تحقیر بکنین، جایی را نمیگیره. امیدوار هستم شما بی‌شرفا امیر رسانه ها و تیک تاک و توییتر ببینین و خجالت بکشین. ببینین که نسل مسعود چقدر با قامت های بلند، با نظم، با انضباط از این روز و از این مناسبت خود تجلیل میکنن. من گپ زیاد دادم منگل والله. بخی بس خوب گپ آزادی فارسی نیست. بلبل هستی دیگه، بلبل تک تاک تک نباشی فرمودی تک تاک هم میبره. حقا که بخی وزیر خدا در نشان بده، گزارش هم مدر آخری نشان بده، خیلی خوشم داد. بخی نظامی هم هست. این طرفی دستت بود. وزیر دمش اگه آهنگ همونجا پلی بکنین، اگه آهنگ که در وصف مناسبت. وزیر هم چیز بانون موتر دگره. وزیر صداش خاموش است فکر میکنم. او وزیر